سلام دوستان، این برنامه ترانسفر در عمل است. یک گپی دیگر از سرزمین پاستا و پیتزا آن است که اتلانتا در جمع 1 میلیون یورو داد و بر عوض آن دفاعگر بایر میچل باکر را خریداری کرد. معاش بازیگر 2 میلیون یورو را تشکیل میدهد و اینقدر پول را او 4 مراتب هر ساله به جیب میزند. تا این دم دفاعگر سمت چپی 23 ساله در صف PSG و تیم اتیوتی آیاکس بازی مینمود. در خود بایر باشد باکر 2 موسم گذرانید، 70 بار به میدان آمد، 5 گل زد، 7 پرتافت گلی ارسالی هم دستگان نمود و اخیراً روادید کشوری مکران ها را از سمت داروسازان به کف کرد. با انجام سخنسری کارهای بازاری کشور دارنده 5 جایزه قهرمانی جهان نباید از راما فراموش کرد، زیرا راهبری فعلی این تیم گپزنی اساسی از میان مربیان است. دسته ژوزه مورینیو این نوبت مهلت اجاره‌ای دفاعگر لیدز یونایتد دیگو لورینته را به 1 سال دیگر دراز کرد. لورینته 29 ساله به صف تیم ریمی در اوزانه زمستانه ترانسفری گزارش نموده بود و در سری آ 9 بازی گذرانیده است، ولی بر زمین تیم ژوزه بازو را از ریم رفتنی نماند. اگر توجه کرده باشید، ژوزه مورینیو و دیگو سیمیونه چون رانندگان سابقه دار اتوبوس‌های فوتبالی فقط و فقط دفاعگر می‌خرند. اگر یک روزانه ترانسفری این کارو نکنند، شب‌های دراز انیق خوابشان نمیبرد. با ادامه گپ درباره فوتبال، با صفت آلمانی باید گفت یک دفاعگر دیگر لیدز یونایتد غرق چمپیونشیپ را اینتراخت فرانکفورت به اجاره گرفت. این هم دفاعگر رابین کوخ است که در صف تیم فرانکفورتی تاریخ اجاره در موسم 23-24 برآمد خواهد کرد. کوخ در صف لیدز 37 بازی در پرمیر لیگ انگلیس گذرانیده، محض با کارنمایی این بازیگر 26 ساله و همسفانش لیدز بیچاره با تنتنه به چمپیونشیپ رفته بود. دیلی بلیند هلندی باشد بعد چند فرصتی جوابشویی از باواریا راه سمت کاتالانیا پیش گرفت. این معنای آن را دارد که بلیند چون فوتبال باز آزاد با ژیرونا شرطنامه تا سال 2025 امضا کرد. بلیند 33 ساله از ماه ینوری سال روان در صف باواریا برآمد کرده. بعد 13 بازی در بوندسلیگا نه تنها از شهر میونخن بلکه از آلمان به پرگی گسیل کرده شد. اطمینان داریم که از کاتالانیا این مردک خوب را کسی با دلسردی گسیل نمی کند. برای PSG باشد هر ساله برآمدن از بازار با جامدانی پربار موج شده است. پول آنقدر زیاد است که بعد به حساب دادنش به مسی و نیمار و امباپه نمیدانند که دیگرش را کجا کنند. این نوبت باشد پاریژا به پول هم باشد ولی با وعده معاش هنگفت از آمدن میلان شکرینیر از اینتر اعلان نمودند. شرطنامه با بازیگری 28 ساله اسلواکی تا سال 2028 است. دعوتی به پول دیگری را باشد PSG از رئال انجام داد. این هم مارکو اسنسیو 27 ساله می باشد که بر زمین نادرکار بودنش در تیم شاهانه برای دسته شیخانه تا سال 2026 در کار است. اکنون فرصت حکایه‌های به قول شاپینگی بازاری پاریژ هم فرا رسید. PSG لیکن این را از مالیورکا اسپانی با نرخ 22 میلیون یورو خرید، با او شرطنامه تا سال 2028 امضا کرد. نیم حمایتگر کریگی 22 ساله در صف تیم پیشین در 36 بازی 6 گل و 6 پاسی گلی دارد. اگر این آمارهای گلیش را حداقل به 8 رسانده تواند، پس به مثال سامسونگ گلکسی در همه جا کریگی رخشان می شود. خریداری نوبتی پاریژان باشد از خزینه‌شان 48-50 میلیون یورو نقدی بیرون کرد و این هم برای بازگردانیدن دفاعگر فرانسوی به وطن از آلمان مصرف کرده شد. PSG با همین از گزارش لوکا ارناندز 27 ساله از باواریا اعلان نموده برای این بازیگر بدون همشهریگری و مثل دیگران شرطنامه تا سال 2028 روا دانستند. اشتهای شیخان پاریژی با همین در تابستان بسته نشد و باز 60 میلیون یورو دیگر هم به سما رفت. دقیق‌ترش به سما و آبیرود 5 نیو به صورت حساب سپورتینگ پرتغالی انتقال داده شد. البته از برای مانوئل اوگارته که با او هم به طور رمزی شرطنامه تا سال 2028 بسته شد. نیم حمایتگر 22 ساله در ابردسته پاریژی رقم 4 را انتخاب کرد. بعد این قدر خریداری‌ها اگر لوئیس انریکه هم در لیگ قهرمان‌ها پیش پا خورد، دیگر اگر مخلصان پاریژی او را حقارت نه بلکه شتکش هم کنند ارزنده خواهد بود.
تیم فرانسوی رن باشد بچه زور و توانش 25 میلیون یورو مصرف کرد و از لاریان نیم حمایتگر منتخب فرانسه یو 21 انسو لفه را شامل تیم کرد. فوتبال بازی 23 ساله با تیم نوش شرطنامه 5 ساله امضا کرد. در موسم قبلی لیگ یک لفه بهترین ارسالگر گلی لاریان در ردیف دانگو و تارا با 5 پرتافت گلی دانسته شده باز نشود که در تیم نوش لفه نو پوفه شود. لیگ ناسی پرتغالیا هم لیگ است که بس بازیگران دستان را بزرگ کرده است و هستند نفران نمکشناسی که در وقت غروب مسند ورزشی با خدمت دسته هایش حاضر می شوند. یکی از آنها آنخل دی ماریا می باشد که بعد 13 سال چون فوتبال باز آزاد به بنفیکا برگشت. بیشتر از این باشد بازیگر 35 ساله با انجام مهلت شرطنامه یوونتوس را ترک نمود و می توانست که نزد عربیان رود ولی محبت به دسته دیرینش را فراموش نکرد. بازیگر ارژنتینی در صف بنفیکا از سال 2007 تا 2010 بازی نموده بعداً از جانب ریال خریداری کرده شد. آخرین موضوع ترانسفری به خود رونالدو تعلق دارد زیرا دستش النصر صاحب سرمربی نو شد. این هم همشهری خود رونالدو لوئیش کاسترو می باشد که برای تیم سعودی شده باتافوگو برزیلی را آرامانه به صاحب گذاشت. لوئیش کاسترو 61 ساله پیشتر با تیم های پورتو و شختیار فعالیت برده در مسیر کاریش غالب چمپیونات اوکراین جام امیر قطر با الدوحیل گردیده است. سابق سرمربی النصر رودی گارسیا باشد تمریندهی ناپولی را به گردن گرفت. اطلاع داده می شود که در قبول کنی پیشنهاد عربیان شخصا خود رونالدو کاسترو را باور کنانیده است. اگر یادتان باشد چند پیش اینتر میامی هم گراردو مارتینو را در دسته مسی مربی تعیین کرد. پول است که این دو نفری دستان کجایی که روند کاری طبعی دیلشان میکنند، یعنی خودشان شاهند و طبعشان وزیر، ولی وقت کار به درستی پیش نرفت البته که عیبداران زیاد میشوند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.